مادر من فقط یک چشم داشت. من از او متنفر بودم. او همیشه مایه خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده برای معلم‌ها و شاگردان مکتب غذا میپخت. طفلک در مکتب بودم، مادرش یک چشم داشت، این میشرمیده سر مادر خود. و این مادر به خاطر که این بچه خود کلان بتانه، دمو مکتبی که بچه درس میخواند یه مشپزیش به عهده گرفته بود. میفت یک برگر و نان بر کانتین جور میکنم مرا ماش بده. و این طفل میشرمید. اولین پیامی که سر پدر مادر خود نشرمید. یک روز آمده بود دم در مکتب که به من سلام کند و مرا با خود به خانه ببرد. یک روز شوقش آمده بود بیایم بچه که من بگیرم کتم بود. و من خجالت کشیدم. آخر او چطور تونست این کار را با من بکنه؟ چطور تونست بیاد دان دروازه مکتب که کلگی ببینه که مادر از یک چشم داره؟ مادر آمده بود که طفل ناز ببره، ولی طفل میشرمید سرش. بروی خود نیاوردم، فقط با تنفر طرفش یک نگاه کردم و فوراً از آنجا دور شدم. همراه مادر خود گریخت خود رفتیم دیگه نبینم. روز بعد یکی از همسنفانم مرا مسخره کرد و گفت که مادر تو فقط یک چشم داره؟ فقط دلم میخواست یک قسمی خودم را گم و گور کنم. کاش زمین دهن وا میکرد و مرا میبلید. کاش مادرم یک قسمی گم و گور میشد. روز بعد برایش گفتم اگر واقعا میخوای من را شاد و خوشحال کنی چرا نمیمیری؟ او هیچ جوابی نداد. بر مادر گفتم چرا نمیمیری؟ نخواست تو خجالت میکشه و مادر میگه چه خدا گرفت بیچاره، نه قد که قفاق بند کنه بزنه که من تو نان داده رسید تو پدر میزنی. چوب خدا گرفت. حتی یک لحظه هم راجع به حرفی که زدم فکر نکردم، چون خیلی عصبانی بودم. دو چیز از اینجا، یکی سر والدین خود، سر فر برادر خود نشرمیم، دوم کسی را تمسخر نکنیم که پدر تو است مادر تو است. این دو پیام خواهد اینجا دفتر بگیریم. چون خیلی عصبانی بودم، احساسات او برای من هیچ اهمیت نداشت. دلم میخواست از اون خانه برم و دیگه هیچ کاری با او نداشته باشم. سخت درس خواندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور برم. آنجا ازدواج کردم، برای خودم خانه خریدم، زن، اولاد و زندگی و خوشحال بودم. خود از مادر دور میسازم، سنگاپور میرم. تا اینکه یک روز مادرم آمد به دیدنم. مادر از دلش طاقت نمیکنه، سنگاپور رفتش بچه خود و آمده بود که مرا و نواسه هایش را ببیند. وقتی ایستاده بود دم در، اطفال به او خندیدند و من سرش داد کشیدم که چرا خودش را دعوت کرده که بیاید اینجا، آن هم بی خبر. چطور آمدی بی خبر من؟ سرش داد زدم چطور جرأت کردی بیایی به خانه من و اطفال را بترسانی؟ گم شو از اینجا، همین حالا برو. او با آرامی جواب داد اوه خیلی معذرت میخوایم، مثل این که آدرس را اشتباه آمدم. و بعدا فورا رفت و از نظر ناپدید شد. یک روز یک دعوتنامه آمد در خانه من در سنگاپور برای شرکت در جشن تجدید دیدار دانش آموزان مکتب. بعضی مکاتب یک جشن دارن، مثلا فارغین خودم دعوت میکنه که بیاین که دیگرها تشویق شه و بگه که اینیا از مکتب ما فارغ شدن. یک دعوت آمد برش، ولی من به همسرم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری میرم. به زنم نگفتم، گفتم یک سفر کاری دارم اونجا میرفتم. بعد از مراسم رفتم به آن کلبه قدیمی خودمان، از مکتب خلاص رفتم که اول مادرم بگیرم. البته فقط از روی کنجکاوی پشت مادرم دق نشده بودم که رفتم همون دیگه. یکی ساولادی اومد، همسایه ها گفتن کو مرده، خودش مرده بود. ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم. آنها یک نامه به من دادن که ازشان خواسته بود که به من بدهند. یک خط از مادرش بهش دادم. ای عزیزترین پسر من همیشه به فکر تو بودم. من را ببخش که به خانه‌ات در سنگاپور آمدم و اطفالت را ترساندم. خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم میای اینجا، ولی من ممکن است نتوانم از جایم بلند شوم که تو را ببینم. از این که دائم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم. میدانی وقتی تو خیلی کوچک بودی در یک تصادف یک چشمت را از دست دادی. به عنوان یک مادر نمیتوانستم تحمل کنم و ببینم که تو با یک چشم بزرگ میشی. بنابراین چشم خودم را دادم به تو. برای من افتخار این بود که پسرم میتونست با آن چشم من به جای من دنیای جدید را به طور کامل ببیند. با همه عشق و علاقه من به تو. مادر چشم خود بر اولاد میته و اولاد سر او بدون بیچشم بودن مادر خود میشه.